بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المنحة الربانية في شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. الحديث الثاني: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة العالة رئاع الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. اکنون شرح میگذاریم. در همین شرح انشاءالله بعضی کلمه ها یعنی که احتیاج شرح هستند در همین شرح گفته میگذاریم. قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله تعالى: هذا الحديث حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركان الإسلام وأركان الإيمان، وبين فيه الإحسان. شیخ می‌فرماید که این حدیثی بزرگ است که در آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رکنهای اسلام و رکنهای ایمان را چیکار کرد؟ بیان کرد، و نیز در آن احسان را بیان کرد که مراد از احسان چیست. و بیان فیه شیئا من علامات الساعه، و در این حدیث یک چیزی یا که اندکی از نشانه های قیامت را نیز بیان کرد. و هذا الحديث بين الدين كله. خلاص این حدیث تمام دین را با سه رتبهش چیکار کرد؟ بیان فرمود. و ان الدين مراتب والناس ليسوا على حد سواء في الدين. و دین دارای مراتب است، یعنی که وقتی که دین میگویند این سه رتبه را در نظر میگیرد. باید که همین سه رتبه را دانسته شود. مردم در یک حد نیستن در دین، یعنی همین اونها یک خیله نیستن در دین. فمنهم المسلم ثم المؤمن ثم المحسن. از مردم کسی است که او مسلمان است، سپس مؤمن است، بعد از آن محسن است. و هذه مراتب بعضها فوق بعض. این رتبه ها بعضی بالای بعضی دیگر می باشد. و بعضها اوسع من بعض. بعضی رتبه باشد از بعضی رتبه دیگر وسعتر و فراگیرنده تر می باشد. الا انه لا بد من احد هذه المراتب حسب الاستطاعه. ولی لابد است، یعنی ضرور است، یکی از این سه رتبه
بودنش موافق به تواناییش، یعنی که انسان چنین میتونستگیش البته باید که در یکی از این رتبه ها باشد. قولی یعنی این سخنی حضرت عمر است رضی الله عنه، بینما نحن جلوس عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در اسنای ما نشسته بودیم، در بعضی جاها کنا جلوسا اومده است، در بعضی روایت ها ما نشسته بودیم در نزد رسول الله، در نزد پیغمبر علیه الصلاة و السلام. فقط کان الصحابه رضی الله عنهم، شارح میفرماید که واقعا صحابگان الله از ایشان راضی باشد، من عادتهم انهم یجلسون الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، عادتشان همین بود که به نزد پیغمبر علیه الصلاة و السلام در حضور او جناب می نشسته بودند، یتعلمون منه، از او تعلیم می گرفتند، و یسترشدون منه، از او رشد می طلبیدند، یعنی که یک راه و روش می پرسیدند، و یسالونه عن امور دینهم و دنیاهم، از اون جناب یعنی که می پرسیدند بعضی کارهای دینشان را و کارهای دنیاشان را. و فی جلسه من جلساتهم مع النبي صلی الله علیه و آله و سلم دخل عليهم رجل فی صورة عجیبه، و در یکی از همین نشستشان، از همین نشستی از نشستگان، یکی از همین نشستشان با همراهی پیغمبر علیه الصلاة و السلام، بناگاه به ایشان یا که در نزد ایشان یک انسان داخل شد که در صورتی عجیب. برای چی وای در صورت عجیب داخل شد؟ لم یکونوا یألفون بس، لم یکونوا یألفونها، یعنی انا اونس گرفتگی نبودن به این صورت، یعنی به چنان صورت داخل شد که وای ها به این چنین صورت حالا اونس گرفتگی نبودن، یعنی شناس نبودن. کما قال، چخلی که میفرماید خودی حضرت عمر، اذ طلع علینا رجل، بناگاه ظهور گردید به ما یک انسانی که صفت او چخل بود؟ شدید بیاض الثياب، شدید اون خطا، یعنی جامهاش سفید و شدید و سواد الشعر، و مویه های سرش بیم سیاه بودن. لا یرا علیه اثر السفر، در او اثری سفر را دیده نمیشد، ولا یعرفه منا احد، و آن را از ما کسی هم نمیشناخته بود. فهذا من العجائب، این یکی از چیزهای عجیب است. چرا؟ لانه لو کان من اهل البلد لعرفوه، زیرا که اگر او از اهل همون کشور می بود البته وی را میشناختند. فدل على انه من خارج البلد، مادامی که این خیل باشد دلالت میکند که از بیرون کشور است. ولكن ليس عليه اثر السفر، اگر او را از بیرون کشور حساب کنیم در او اثری سفر را، یعنی که علامت‌های مسافری در او دیده نمیشد. لان العاده ان المسافر يكون شعثا، زیرا اینکه عادتا همین خیلی است که مسافر شعث می شود، یعنی که ژولیده موی می شود. ببینید موش ژولیده موی، یعنی کسانی که موش بی ترتیب هستند و ژولیده مویش میگویند. چخلی در دیگه حدیث آمده است که الشعث اغبر، یعنی که ژولیده موی و اغبر غبارآلود، اخرجه مسلم من حدیث ابی هریره، در دیگه روایت اومده، در دیگه جا آمده است کما فی الحدیث، چنانه که در حدیث آمده است. لان السفر يقتضي ان الانسان لا يعتني بنفسه او بهندامه او بجسمه، زیرا اینکه سفر همین خیلی اقتضا میکند از خودی انسان، سفر تقاضای آن میکنه یا که اقتضای آن میکند که انسان اینقدر به خود و یا که گویم به همون سر تنی خود یا که گویم به جسم خود لا یعتنی، اهمیت نمیدهد، دقت نمیدهد. فهذا الرجل ليس قریبا وليس مواطنا، عجیبی در آن است که این انسان نه غریب است و نه غریب میداده، نه کسی بیگانه میتابد و نه یعنی که از هموطنهای همون صحابگان است. لانه لا يظهر عليه علامات السفر، چون که در وی یعنی یگان نشانه های سفر ظهور نمیگردد، و لیس مواطنا، و مقیم نیست، لانهم لا يعرفونه، چون که وی ها نمیشناسند وی را. ولو كان في البلد لعرفوا، اگر از کشور می بود البته وی را میشناختند. و بین فی
الأخير أن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام أتى بهذه الصورة. و در آخر تبین انق گردید که در آخر بعد از آمد و سوال جواب خود تمام کردن شیخ که پیش که من شما را خبر دادید که ظهور گردید انق شد که این کس و جبریل علیه السلام بوده است که اتی بهذه الصوره به چنین صورت آمده بوده است. مفهوم؟ وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب في صورة رجل. جبريل عليه السلام بسیار وقتی که اگر دستری فعل ها کان داخل شود، اگر از افعال ناقص داخل شود، این همچون عادتی می شود. کان النبی شود اگر عادت پیغمبر همین خیل بود، یعنی که بعضا دیگه کارم کند که کان داخل شود، یعنی این دلالت به بیشتر. جبریل علیه السلام می آمده بود عادتا به نزد پیغمبر علیه السلام در غالب گفته شده است که در بیشتری حالت ها در صورتی انسان می آمد. رجل به معنی انسان است. لأن بني آدم لا يستطيعون رؤية الملك على خلقته الملكية. زیرا اینکه چرا در صورت انسان می آید؟ زیرا اینکه بنی آدم، فرزندان آدم، طاقتی دیدن فرشته را ندارند به همون آفرینشی ملکیتش. یعنی هر یک ملک یک صورتی خاصی دارد که و مثلا گریم الله سبحانه و تعالی صورت وی میداند. مثلا خب بنی آدم طاقت ندارد اون صورت دیدن، ترسیدنش ممکنه، مثلا ترسیدنش ممکن. فكان يأتي في صورة رجل حتى لا ينفر الناس منه. بس در صورت انسان می اومد تا اینکه مردم از او منفور نشن، نگریزند، ولا یستوحش منه، از او وحشت و ترس و هراس نبرند. گفته هذا هو الغالب، غالبا همین است، یکی سبب همین است. لأن الملائكة لا تظهر لبني آدم في صورتها الحقيقية إلا عند نزول الموت أو العذاب. الله خداش نگهدار. زیرا اینکه فرشتگان برای بنی آدم در صورت حقیقی خودشان ظهور نمیشوند، نمایان نمیشوند. الله سبحانه و تعالی وی اجازه نمیفرماید که وی در صورت خودشان بیاد. دیدید همونها قدرتی توانایی دارند که صورت خودشون نشون دهند، ولی به اذن الله نشون داده نمیتوانند. معلوم میشه که ویا صورت، یعنی که صورتشون تغییر شدن امکانیت هم داشتند در وقتی در کار، الا مگر عند نزول الموت، مگر در وقتی فرود آمدن مرگ. وقتی که به هر کس مرگ فرود آید، اون وقت مثلا گریم اول عذاب یا که در وقت عذاب دادن، در اون حین به صورتی اصلی خودشون حضور کردنشون ممکن است. فاذا نزل الموت او العذاب والعياذ بالله ظهرت الملائكه على صورتها. وقتی که مرگ فرا رسد و عذاب فرا رسد، الله پناه دهد هر کدوم من شما را، و فرشتگان چیکار میکنن؟ به صورت خودشان ظهور میگردن، نمایان میشون. قال تعالی، الله تعالی فرمود یوم یرون الملائکه لا بشرى یومئذ للمجرمین. اون روزی که فرشتگان را میبینن، یرون کدوم روز؟ عند الموت، در وقت مردن. اینجا عند الموت بهتون با یک کس میپرسد کدوم وقت میبینن، باید شما جواب داده توانتون. اگر قلم داشته باشه نویسید. روزی که میبینن، کی را میبینن؟ فرشتگان را. لا بشرا ای لا شیء یفرحهم، یگون چیزی نیست که با دیدن و برای و یگون سیوینچ باشه. سیوینچ خیلی که ترکا میگویند، یعنی یگون خبری خوش باشه. دیدن و یگون خبری خوش نمیاره برای خصوصا اهل کفر. لا بشرا یومئذ للمجرمین، در اون روز برای کسانی مجرم و جنایتکار و گویم کافرها و مشرکها. نعم. اما اذا جاءوا في حالة الامن، اما وقتی که در حالت امن بیایند، فانهم یاتون بصورة مألوفة للناس، و یا در صورت می آیند که اون صورت برای مردم مألوفه است، یعنی اون گرفته شده است. هم یک انسانی قطاری به دست گفته، پروا هم نکردنشون ممکن، هم خیلی است، به او اهمیت ندادنشون هم ممکن است. والله اقدرهم على التصور بصور مختلفه. الله سبحانه و تعالی برای اونها امکانیت اقدر
اقدار اونا رو قدرت داده است به چیکار کردن، به در صورت یکدیگر داخل شدن به صورت‌های یعنی که مختلف گوناگون. ولم ير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في صورته الملكية الا مرتين. جناب پیغمبر علیه السلام جبرئیل علیه السلام را در صورت همون فرشتگی خودش ندیده بود به جز 2 مراتبه. أخرج البخاري ومسلم واللفظ له لفظان مسلم عن مسروق أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين. واقعا قسمیات که وی را یعنی که دید در افق هویدا، یعنی در همین فضای گویم آشکار وی را دید. و قول الله را پرسید حضرت عایشه. حضرت عایشه میگن از صحابه ها پرسیده شدن تفسیر قرآن، تفسیر قرآن پرسیده شدن. سبحان الله. مفسر ولقد رآه نزلة اخرى و به تحقیق وی را بار دیگر چیکار کرد؟ دید. فقالت انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت عایشه مادر ما گفتن من از همین امت یکمین کسی میشم که در این مسئله رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسیدم چون که تو از من پرسیده استاده. فقال بس در جواب جناب پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود که انما هو جبريل و جبريل است همانا لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. من وی را ندیدگی بودم به صورتی همون پیشی که اصلی خودش که به همون صورت پیشیش وی را آفریده شده بود غیر از این 2 مراتبه. رأيته منحبطا من السماء سدا عظم خلقه ما بين السماء الى الارض. من وی را دیدم منحبطا یعنی وقتی فرامد ایستادگی شنده من السماء از آسمان در حالی چی یعنی که محکم کننده بزرگی خلق او یعنی که تن و جسد و جثه او محکم میکرد ما بین زمین و آسمان. یعنی که چنان در پیش چشم من کلام تاف که من دیگه اون طرف و این طرف دیدن نتوانستم گفتن. امروز شما با مسئله نیست خیلی همین خیلی این حدیث لفظ امام مسلم آورده است. بله. المرة الأولى بار يكم في بطحاء مكة. بطحاء نوم جواست كي قريبة من مكة حينما اشتد به الكرب من أذى قومه. در بطحای مکه گفته که جا وی را بار یکم دید وقتی که به پیغمبر علیه السلام غم و اندوه و دلتنگی سخت شد. از کدام لحاظ؟ از چی؟ من اذى قومه، از آزار و اذیت قومش. رأى جبريل في الأفق على صورته الملكية. جبريل علیه السلام در افق دید. افق گفتم میدید هر چی که در پیش چشم و فضا تابد اگر روی افق میگو آسمان در صورت اصلیش ملکی دید. جاءه یطمئنه و یصبره. آمده دل برداری میکرد به پیغمبر علیه السلام و او را چی میکرد؟ به صبر و شکیبایی به وزنینه امرش میکرد. علی ما یلقا، بنابر اون چیزهایی که در راه الله سبحانه و تعالی دوچار شده استاده است. کما فی الحديث الذي اخرجه البخاري و مسلم من حديث عائشه رضی الله عنها و ارضاها. المرة الثانية بار دوم رأى جبريل في صورته الملكية ليلة المعراج عند سدرة المنتهى. بار دوم جبريل عليه السلام را در صورت ملکیش دید در شب معراج از کلمه عرجو گرفته شده برآمدن همون جایی که برآمد در نزد چی سدرة المنتهى گفته که جان همون جان دید که آخرون جا. الله تعالی فرمود که ولقد رآه نزلة اخرى. به تحقیق وی را دید نزلة اخرى ای مرة ثانیة من النزول. بار دیگر یعنی که وی را دید عند سدرة المنتهى. کجا بود اونجا در نزد سدرة المنتهى. شجرة النبقش میگویند فی السماء السابعة. در آسمان هفتم می باشد. نام شجرة النبقش عرب های امروزه. الیها منتهى ما یصعد من الارض. اونجا یعنی که به همونجا آخرون نقطه است که از زمین برآمده می شود. آخرون نقطه کجا بوده است؟ از زمین تا همونجا سدرة المنتهى بوده است. بله.
خب هذا تفسير وقال بسرعة. أما في بقية الأحوال فكان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة رجل من أحسن الرجال. أما در باقی حالتها در دیگه حالت در دیگه وقت و بجز این دو وقت می آمده بود به نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم در صورت یک انسان از همه زیباترین و خوشبوترین خوشروترین زیباترین مردم. قول همون حضرت عمر بیم شدید و بیاض الثياب، یعنی سفیدی گویم جامهاش به حد سخت بود، من النظافت از تازگی را. و قوله شدید سواد الشعر، مویهاش سبسیا بودن، یعنی فی صورت جمیلة، در صورت زیبا آمد. و فی هذا دلیل على ان طالب العلم حينما يحضر، در این دلیل شده است که دلیل على ان طالب علم، که طالب علم وقتی که حضور میکند، هنگامی که به مجلس علم حضور میکند، الى مجلس العلم، ينبغي له ان يتجمل، باید که خودش را زیبا کند. و ان یأتی بصورت نظیفة جمیله، باید که آید به صورتی چه تازه و زیبا. لأن جبریل جاء معلما و متعلما، زیرا که جبریل آمد همچون هم معلم و هم تعلیم گیرنده. و من ذلك انه علمهم كيف يأتون الى مجلس الرسول صلی الله علیه وسلم. و من ذلك، از همین لحاظ است که او، یا که از همین جهت است، از همون خاطر است که او به صحابگان تعلیم داد چه خیل باید که به مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضور کنند، بیایند. لأن مجلس العلم مجلس وقار، واللقاء بالرسول صلی الله علیه و سلم واللقاء بالعلماء ينبغي ان يكون له استعداد. زیرا که مجلس علم مجلس وقار است. هم خلاصه مجلس علم مجلسی چی بوده است؟ وقار بوده است. بله وقار بوده، چون وقار با دیگه معنا هم میبوده، باید که به فتح باشد. مجلس علم مجلس چی است؟ مجلس وقار است، یعنی که بردباری. واللقاء بالرسول، واللقاء بپیغمبر علیه الصلاة والسلام، واللقاء بالعلماء، و آخری با علماء، ينبغي ان يكون له استعداد، برای همون کسی که ملاقات کردن هسته باید که چی باشد؟ استعداد باشد، انسان باید که تیار باشد. و اجلال العلماء مطلوب، و عزت و احترام و قدر علما را دونستن این مطلوب است. شیخ ما هم گفتن که کسی که از شما کمتر زیاد میدونه در نظر جبری شما عالمه. من خیلی زیادی مثلا همین سالهای طول در مجلس علم شنیدم که در نیست کلت خالی هستن، آداب نداری، اخلاق نداری، مطلوب هستن. اون معنا نداره که مثلا اگر یه برادر تو مثلا اگر از شما بیشتر میدونه با اول بیشترش دونه با این برادر مثلا زیر پا کنی با وقت با احترام کنی. همون انسان به درجه احترام و به درجه کمالات از اون معده سر میکنه. قدر این برادرت چی دونستی با قدر اون برادر، با یک عالم زوری دیگه یا با یک محدث ناز دیگه یا با این تنقید کردن میدش خیلی که واقعا دیدیم در حیات همه خیلی آدم را. لأنك إذا لم تجل العالم وتحترمه لم تستفد من علمه. زیرا که تو اگر عالم اجلال یعنی که احترام بزرگ ندانی، احترامش نکنی، از علمش فایده برده نمیتوانی. فقوله فجلس الى النبي صلی الله علیه و آله وسلم، قول حضرت عمر گفت که بعد به نزد پیغمبر علیه الصلاه و السلام نشست. فيه آداب لطالب العلم، در این سخن یک آداب است برای طالب علم. منها از جمله اولا انه يتجمل في هيئته و صورته. یکم آداب طالب علم این است که باید که در هیئت و در افت و اندام و صورتش باید که زیبا باشد. ثانیا انه يجلس امام المعلم مقبلا عليه يتلقى منه العلم. دویم آداب این است که در روبروی معلم بنشیند
رو به او آورده لیتلقى منه العلم، برای خاطر از وی علم گرفتن. ولا یعرض عنه او یلتفت، باید که روش از او گشتگی نباشد و روش از او هم نگرداند. هم خیلی شیخ در منجد میشنه و در پشت سرت و میشنه. بعضی کسا رو میبینه که برای خاطر کتاب نگاه کنم گفته تماما روش میگردونه و همون آدمی همون عقیب بشه. تا آن خیلی کردنه یا که تو عقیب نشین یا که کسی عاقب شسته گیره و پیش دعوت کن. هم خیلی است. او یمزح، یا چیکار کنه؟ مسخره شوخی کنه. خیلی که دیده ما روز بودتون با شیخ شوخی ها کردن ممکن نیست. و هم برادرای هموطنی خودمون رو دیدیم در پیش استگی. او ینشغل، یا که چی شود؟ مشغول شود. بل یکون مقبلا علی المعلم، برعکس باید که رو به معلم باشد، بجسمه و بفکره، هم به جسمش و هم به فکرش. خیلی که مثلا تن توشه به طرف معلم اما فکر و خیالات در دیگر جا. لئلا تفوته فرصت التعلم، به مقصد چیه اینا به مقصد اون که فرصت علم آموزی از او فوت نگردد. قوله فاسند ركبتيه الى ركبتيه، قول حضرت عمر که توصیف کرده است بس روزانه های خود را به زانو های او چیکار کرد؟ تکیه کنند. ای اسند جبریل ركبتيه الى ركبتي النبي صلی الله علیه و علی آله و سلم، یعنی جبریل علیه السلام زانوهای خود را به زانوهای مبارک پیغمبر علیه السلام چیکار کرد؟ اسناد کرد، رساند. مقبلا له، رو به او آورده، و قریبا منه، به او نزدیک شده. و فی هذا ان طالب العلم یقرب من المعلم لتكون الفائده متصله. در این گویم سخن آن است که طالب علم باید که به معلم نزدیک شود. قرب دومندای میگم که قرب قرب من میآید من به معنای اله است، تا اون اندازه به معلم نزدیک شود تا اینکه فایده به او پیوسته آمدن گیرد، متصل باشد. وقتی که دور شده ممکن بعضا معلم پسگم میزند، بعضا یگون چیزی میشد که یگون کس میسلفت که یگون سخنی معلم نمیشنوه. اما چقدر که انسان به استاد نزدیک باشد همین قدر چی انا گرفتن علمش متصل و پیوسته میباشد. با اکو اینم آداب دارد. من به معلم نزدیک میشم گفته بعد دندونت تازه نباشد، مثلا از دهنت بوی ناخوش بود که مثلا میبینید که تو مقبل انا با معلم است و معلم باشد معرض است. خیلی نشود چکل شیخ بسیار در مجلس میگویند. اما البعید فانه قد لا يسمع، اما اون کسی دور نشسته بعضا میشود که نمیشنود. و اذا سمع قد لا يستوضح الصوت، و شنود هم بعضا میشود که همون آواز را صوت را به طریق ایضاح و کشاد روشن شنیده نمیتواند. فاذا كان قریبا، اگر نزدیک باشد، فانه يسمع و یستوضح الصوت، و میشنود و سخن آواز واضح و کشاد روشن میشنود تماما پرگی. وقد كان الصحابه رضی الله عنهم يحدقون بالنبي صلی الله علیه و علی آله و سلم، صحابگان الله از ایشان راضی باشد واقعا در گرد اطراف پیغمبر علیه السلام یحدقون، یعنی که یحیطون، احاطه میکردن، حلقه میزدن در گرد پیغمبر علیه السلام. و یقربون منه، و اون نزدیک میشدن. وقت تلقیهم العلم، وقتی که علم گرفتن عنه صلی الله علیه و سلم، از او پیغمبر علیه السلام. اخرجه الترمذی و ابو یعلا فی مسنده و ابو نعیم فی الحلیه من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم اذا استوى على المنبر، وقتی که پیغمبر علیه السلام به منبر میبرد، گفتی سدس عبدالله ابن مسعود، استقبلناه، ما رو به او می آوردیم، بی وجوهنا بروی های خود ما. فی اسناده محمد ابن فضل ابن عطیه و هو ضعیف، خیلی ضعیفش گفتن. ولی الحدیث شاهد عند البخاری، با این در نزد امام بخاری دیگه یعنی که دلیل دارد، شاهد دارد این حدیث برای تقویه کردن. و مسلم من حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر و جلسنا حوله، پیغمبر علیه السلام در منبر نشسته بود، ما در اطراف او نشستیم. بله. قوله و وضع کفیه، ای وضع جبریل کفیه علی فخذیه، بس کفهای خود را گذاشت.
دستای خود را گذاشت. یعنی جبریل کفای دستی خود را ماند علی فخذیه، ای علی فخذی جبریل، به همون یعنی که رانهای خودش کفای دستش با خیلی که در اتحاد میشینه. و هذا فيه ان المتعلم ينبغي ان يكون في بصوره هادئه مؤدبه. در این اشاره به آن است که متعلم، کسی تعلیم گیرنده، باید که در یک صورت باشد که اون صورت آرام و آداب باشد، در صورتی آدابانه باید نشسته باشد. ولا یکثر من الحرکات، این طرف جنبیدن اون طرف جنبیدن نشود، او من الالتفات، یا که میل کردن با اون طرف نگاه کردن، این طرف تاب خوردن، او من الشواغل التي تشغله عن تلقی العلم، یا که نباید وی چی شود، یا که خودداری کند، میگوید از چیزهای او را مشغول میکند، که از چیزهای مشغول کننده مثل تلفن و دیگر چیزهایی که او را باز می‌دارد از گرفتن چی؟ از گرفتن علم. این برای یک کسی، برای هم ما هم شما را هم گفت شدیم و در برابر شما خودم هم گفت شدیم. بارک الله فیکم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا فيه أنه إذا جلس واطمأن فله أن يسأل. بعد از آن پرسید، همین این ترتیبات رعایه کرده بعد از آن پرسید میکن. ثم میدونه نه، هم برای ترتیب است هم برای چی؟ وقت. در این دلیل است که وقتی که طالب علم میشیند جلسه، گرچنده که فعل موزن باشه، ما برای چی مضارعش گفتیم؟ به زیرا که بعدی اذا آمده شده، اذا جاء نصر الله، وقتی که بیاید میشه، آمد نه. وقتی که میشیند طالب علم و اطمئن، تمامی وجودش از حش و حش و از نفس و از همه چیز که آرام که شد، فله ان یسأله، انا مو وقت میتواند که بپرسد. من گفتم شما رو که له میتواند میشه، لک ان تجلس، تو میتوانی نشستن، لک ان تسأله، تو میتوانی بپرسی، له ان یسأله، انا مو وقت میتواند چیکار کند؟ بپرسد. ولا یسأل اول ما یأتی و انما یجلس اولا متأدبا ثم یسأل. ولا یسأل، نباید که باید بپرسد اول ما یأتی، اما از اولین وقتی که باید می آید، همین آمدن زمان شیخ گفته پرسد. برعکس، و انما یعنی جز این نیست که باید می نشیند، اولا آداب رعایه میکند، ثم یسأل، بعد از آن سؤال میکند. هذه صفت طالب العلم، این است صفت طالب علم. و هذه آداب طالب العلم، این است آداب طالب علم. سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب. و پیغمبر علیه السلام چنان سوال ها داد حالا آنکه او در حقیقت خودش جوابهای اینا میدانسته بود. لکنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا، ولی او پیغمبر علیه السلام برای چی پرسید؟ لیعلم اصحابه، برای اون که صحابگان پیغمبر چیکار کنه؟ تعلیم بدهد. برای بسیار چیزا هست که شیخ نمیتواند گفتن، بسیار بی آدابی که در بین من شما صادر میشه، شیخ روش نمیشه بیاد، خفه میشود، دماغش وای میشود. شیخ یک کنایه کرده، یک گپ زده دیگه، الکه بچه‌ها میگن من گفتی صداست گفته، سرشون نمیبردن که شیخ سلام دهن. فهمیده؟ بعد باید که ما هم کسی که نو میبیاد، هم طالب علمی که نو میبیاد، اخی مایل چیزی مو میگم، مایل نفارت شما اخی اینجا آداب مجلس علمی من است که ورا نگرفتی شیخ گپ میزند، قلم نگرفتی شیخ تو را گپ میزند، رو به شیخ نآوردی شیخ یک کنایه کرده میگوید. برای همینو ناشده باید که یا که اگر اینا تو رعایت نکنی، من در جوار تو شستگی هستم، من گپ میشنوم. گفته اساس تو فهموندن در کار است. و هذا فيه التعليم بطريقه السؤال والجواب. انا این در این یک تعلیم شده استفاده است به یک طریقی سوال جواب. دیدید که گپ نمیگیرد یا که میدونید که وای دماغش میکافتگی یا میکاهیدگی انسان است، بس شما خطی مینویسید که شیخ من میگه، خودتون میگه من در مجلس علمی شما حضور میکنم، بعد من باید که مثلا حق دارم که مثلا گرم به عذر شما رو هم یک طرف استم جا تنگه چیکار کنم؟ گفته خوشرو کرده، میدونید که ممکن نیست. انا مو شریکتون به وقتی که باید جواب میتید اصلاحش میکنید. فهمیدید؟ اینم یک اسلوبی چیه؟ تعلیمه. لانه انبه للذهن، به طریق سوال و جواب یک چیز
فهمیدن و دیگه کسی درس دادن، این بسیار ذهن جلب میکردگی و آگاه میکردگی چیز است. دیده وقتی که سوال جواب سر میشه خوابی هم میپرد. فهمیدتون؟ دا وقتی درس خوابم بسیار، وقتی سوال جواب اومدگینده همه چی میشه دقتش جلب شدن میگیره. فتسأل الطالب اولا ثم تجيب من اجل ان يتنبه. تو طلبه رو میپرسی اولا، ثم تجيب، بس با خودت جواب میدهیم برای خاطر اینکه یتنبه، دقتش جلب شود. اما اذا القيت عليه العلم ابتداء فانه قد لا يتنبه. اما وقتی که تو همین چیکار کنی در ابتدا فقط به او علم دادن گیری، بعضا میشود که دقتش جلب نمیشود. فمن طرق تعلیم العلم النافعه السؤال والجواب، و بعضی از راههای آموختن علمی منفعتناک این چی است؟ سوال و جواب است. فقال، بس گفت اخبرنی عن الاسلام. همون مرد گفت که مرا از اسلام خبر کن. ای بین لی حقیقت الاسلام، در بار به من یعنی حقیقت اسلام را بیان کن. لانه لا بد من معرفت حقیقت الاسلام، چون که دانستن حقیقت اسلام این لابد ضرور است. فلا يكفي ان الانسان ينتسب الى الاسلام او يقول انا مسلم وهو لا يعرف حقیقت الاسلام. این کفایت نمیکند که انسان خودش به اسلام نسبت دهد. کدام دین اسلام؟ شما در کدام دین هستید؟ ما در دین اسلام هستیم. یا که گوید که من مسلمان هستم و حالا اون که حقیقت اسلام نمیدانه، با او را پرسن که تو در اسلام باشی یا که تو مسلمان باشی، اسلام چیست؟ اسلام چیست؟ تسلیم شدن خلاص. این اسلام یک دین است که قریب 99% عالم به این اسلام تسلیم شده است. با دیگه معناش هستن، با دیگه مثلا شرطاش هستن. لانه اذا لم يعرف حقیقت الاسلام لم يعمل به. انا مصیبت در اون است که همه قریب 99% مردم که امروز اسلام تسلیم میشن و حق بدونشو بس برای چی مثلا عمل نمیکنن، معلوم میشه که وای همون حقیقت اسلام اینا فهمیدگی نیستن. زیرا که وقتی که نداند حقیقت اسلام را لم يعمل به، عمل نمیکنه. اذ کیف یعمل بشیء یجهله، چون که چخل به یک چیز عمل میکند حالا اون که یجهل همون چیز نمیداند. فالاسلام لا يكفي فيه الانتساب مع الجهل. اسلام در وی کفایت نیست که خودت به او نسبت بدهی با همراهی ندونستن، یعنی به ندونستن. بل لابد من معرفت حقیقت، بلکه ضرور است دونستن حقیقت اسلام حتی یؤدیه علی الوجه المطلوب. مقصد از حقیقت دونستن چیه؟ تا اینکه همون انسان یؤدیه اسلام ادا کند به همون طرزی که از او طلب کرده می شود. صح؟ بله. او با افغانستان رفتم، من پرونم گفتن و همون گریزهای تاجیکستان من یکم همون گارانتی میتونم پرونم گفته با یک تشخیص من میدونم گفته که گرفتی چپ و این سر اون طرفش خیلی است گرفت خیلی که میپروند اون با پشت مثلا گریم نگاه نکرده با که کمش 15 متر خالی باشد خیلی میپروند که اون پلاتکش 1 متر میاد که 2 متر اوستر بوده پلاتکه بود تو خیمه پایماش در میگرد و میونه حیران میشه که من تیر اینجا پردم این چی خش و این اینستروکسیون دارد و قاعده دارد آخه پشت بون نگاه میکنی که و الان میبره قریب 15 متر یک چیز ندونیم با اون حقیقتش خیلی غلط. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمود الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. اسلام آن است که شهادت میدهی، اعتراف میکنی، اعتقاد میکنی که یگان معبودی بر حق جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است
و تقیم الصلاة نماز رو برپای می‌داری و تؤتی الزکات زکات مال میدهی و تصوم رمضان ماه رمضان روزش می‌داری و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا و خانه الله را مرازیم بیت خانه الله را در نظر دارد بیت الله خانه الله را زیارت میکنی تحج ان استطعت الیه سبیلا اگر با آن در راه قدرت و توانایی داشته باشی. این خیلی کم یک ریا علاج کنم تا مکر رسم انشالله به اون طرف خودم میتونم چیکار کردن. نه خیلی از می رفت آمد الکی تو باید اول از سری اول باید که فکری همون رفت آمده کنی. هذه الارکان الخمسه لابد من ادائها مع اعتقاد القلب. انا همین 5 رکن را ضرور ادا کردن با اعتقاد قلب. خیلی که اینا رو بیرون میکنی با در قلبت باید که اعتقاد باشد. و ما زاد على هذه الخمسه من الواجبات او المستحبات و ترك المحرمات والمكروهات فانه مكمل لهذه الاركان. انا و اون چی که با علاوه بر این 5 تا می آید دیگر واجبات و دیگر مستحبات و ترک حرام و ترک مکروه همین اینا در چی داخل میشن؟ اینها تکمیل کننده این 5 رکن می باشن. فهمیدید؟ اما تکمیلا واجبا یا که همون واجبات تکمیل میکند و اما تکمیلا مستحبا یا که تکمیل هستی که وجه همچون مستحب علاوه بر اون واجبات. فهذه الارکان هي الاساسات التي يقوم عليها الاسلام. اینها چنان اساس و اولین درجه می باشد که خود بیار اینا چی می باشند؟ اینها اساسی های می باشند که یعنی اساس پایه های می باشند که یقوم علیها الاسلام در بالای اینها اسلام قائم می باشند. ثم تأتي بقية الأعمال من واجب و مستحب. بعد از آن دیگه باقی مانده اعمال می آیند که از واجب و مستحبات چیزای مستحب. اما اذا ترك العبد هذه الاركان او ترك شيئا منها فلن ينفعه ما عداها من الواجبات او المستحبات. اما انسان وقتی که بنده این رکنا رو ترک کند یا که یگان تی از اینها رو ترک بکند به او فایده سود نمی بخشد غیر از اینها دیگه اون واجبای ادا میکنه و اون مستحبایی که عکس البیع با نماز میخواد فایده نیست میگه لانه لم يبني على اساس. چون که وای باید که همه عبادت در بالای اساس بنا کنه و بنا نکرد در اساس. فالبناء انما يقوم على اساس. همه میدونند که خانه را پوشیده میشود یا که خانه قائم میباشد در بالای فوندامنت اساس. فهذه الاركان ليست هي كل الاسلام. این رکنها همه اینا همه اسلام نیستند و انما هي ارکانه فقط و دعائمه. برعکس اینا چی میباشند؟ اینها رکنهای اسلام هستند و بس و پایه های اسلام هستند و بس. و الا فالاسلام واسع. وگرنه اسلام این وسیع است. و كل ما امر الله به و ترک ما نهى عنه فانه من الاسلام. و تمامی چیزی که الله با کردن آن امر کرده باشد و ترک کردن آن چیزی که الله از اون منع کرده باشد فانه من الاسلام. اینا هم از چی میشن؟ از اسلام میشن. فهمیده؟ ولهذا قال صلی الله علیه و آله و سلم. به همین لحاظ است و همین خاطر است که جناب پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مسلمان کسی را میگن که مسلمان ها از زبانش از دستش چی مانند؟ تیج مانند، ایمن مانند، سلامت مانند، بی ضرر مانند. مهاجر کیست؟ کسی که ترک میکند آن چیزهایی را که الله از کردن اونها، از اعتقاد اونها، از گفتنی و منع کرده باشد. هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة في الصحيحين. این حدیث با لفظهای گوناگون آمده است در هر دو صحیح من حدیث عبدالله بن عمرو و جابر و ابي موسى رضي الله عنهم. فقد رواه البخاري برقم كذا ومسلم برقم كذا. نعم. فالاسلام يشمل فعل الاوامر و ترک المنهیات. خلاص اسلام این شاملی چیست؟ در بر میگیرد کردن امرها را و ترک منع کرده ها. فإن نقص شيء فإنه إن كان النقص في الأركان فإنه لا يصح له إسلام.
اگر یگون چیز کم شود از انسان، اگر همون کامل سر و کاردار باشد در رکنهای اسلام، یعنی که برای چنین انسان اسلام درست نمیشه. فهمیده؟ اگر اون کمبودی شما در رکنها باشد این فایده نیست. و ان کان النقص فی غیرها فانه یکون اسلاما ناقصا بحسب ما ترک. اگر کمبودی بنده در غیر این رکنها باشد اسلام دار میشه و مسلمانه ولی ناقص میشه. اسلامی چی کمبودی دار میشه موافق به همون چیزی که وی بنده ترک کرده. والله جل و علا یقول، الله عز و جل میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای کسانی که شما ایمان آورده داخل شوید در اسلام کافه، به پررگی. معلوم میشه که بعضی کسا بودن و یا چیکار نکردن، اسلام به پررگی داخل نشدن. همه خیلی است. بعضی رکنهای اسلام با جا آوردن، بعضی چیزها را، بعضی قاعده های اسلام پر نه آوردن. همه خیلی است. ولی اولی آیه دلالت میکنه که اینا مؤمن بودن. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، گفته و یارین دیدا کردن. همه خیلی است. ای ادخلوا فی الاسلام کله، در تمام اسلام داخل شوید. فلا تأخذوا بعضه و تتركوا بعضه، نشود که شما پاره از اسلام را بگیرید و پاره دیگرش را ترک بکنید. بل یأخذ المسلم من الاسلام، بل یأخذ المسلم من الاسلام، برعکس مسلمان از اسلام میگیرد ما یستطیع، چقدر که میتواند. ولا یقتصر على بعضه، کفایت و بسندگی نمیکنه به بعضی و یقول هذا یکفینی، این برای من بسه. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريفه العام. اسلام چیست؟ اسلام برای الله عز وجل در توحید تسلیم شدن و برای الله عز وجل در طاعت سرخم کردن. طاعت دو چیز در بر میگیرد، یعنی امر و نهی، و بیزار شدن از شرک و از اهل شرک، از مشرکان. این است به معنای اسلام. این تعریفی عامی چه اسلام همین است. كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول حكاية. خیلی که اینو ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیه و از او کوچانیده گرفت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب در سه اصل، اون در تفسیر الطبری و مجموع الفتاوی، یا فتاوی را میشه، فتاوا میشه، و مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب رساله ثلاث اصول بین میگوید و عقیده الفرقه الناجیه، همین رو بین برای پر یاد گرفتن فهمیدم. هذا هو الاسلام بمعناه العام. این است اسلام به معنای. وقتی که شما را سوال میکنن که اسلام به معنای عام چیست، باید شما این دونستان درک. الاسلام والاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله. در بعضی جاها والخلوص من الشرك گفتن، یعنی این تعبیر سستر میبره اون تعبیر والبراءه من الشرك. نعم. وهذه الخمسه هي اركان و دعائم. انا همین 5 تا این نامبر شده، اینا چی هستند؟ رکنها و پایه ها و استونهای چی اسلام می باشند. فلیست هی کل الاسلام، این کل اسلام نیست، بل هی مبانی، این بیناهای سرسوی بینای اسلام همین است. كما في حديث ابن عمر الآتي، خیلی که در حدیث عبدالله ابن عمر زیرین آمده است که قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمود بنی الاسلام علی خمس، اسلام را در بالای 5 علی خمسین، این به حذف چه مضاف الیه هسته، هم خلاصه علی 5 اساس، یا کی مثال ها، اسلام را در بالای 5 اساس بنا کرده شده. شهادت ان لا اله الا الله، شهادت دادن آن که نیست یگان معبودی بر حق مگر الله، الى آخر الحديث. اخرجه البخاري ومسلم وسياتي في الأربعين الحديث الثالث، در حديث سيوم يوم تزدهرم 40 الحديث. فهذه الخمس هي مبانيه، اینها بناهای چی اسلامی باشن، این 5 تا. ای قواعده و اساساته، این قاعده تحکرسی بیم و اساسهای اسلام باشن. فذكر ان الاسلام 5 ارکان،
ذکر کرد که اسلام عبارت از 5 رکن میباشد و هی شهادت ان لا اله الا الله. مراد از اونها یکی چی بود؟ از شهادت دادن است که نیست یگان الهی بر حق مگر الله و ان رسول محمدن رسول الله و محمد فرستاده الله است علیه الصلاة و السلام، و اقام الصلاة نماز را برپای داشتن است، و ایتاء الزکات زکات دادن است، و صوم رمضان ماه رمضان را روزش داشتن، و حج بیت الله الحرام و زیارت خانه بزرگ الله را کردن، لمن استطاع الیه سبیلا کسی که به آن قدرت و توانایی داشته باشد در راه. هذه الارکان الظاهره، اینها رکنای چی میگن؟ ظاهری میگن. الرکن الاول الشهادتان، رکن یکم این 2 شهادت است. لانه لا تغني احداهما عن الاخرى، برای چی 2 شهادت را یک رکن قرار داده شد؟ زیرا اینکه یکی بدون دیگر بسنده نمی باشد. کسی لا اله الا الله گوید و محمد رسول الله قبول نکند، شهادت او قبول نیست. کسی محمد رسول الله را قبول کند و اولی این جمله را قبول نکند، از او هم قبول نیست. فلو شهد ان لا اله الا الله و انکر ان محمد رسول الله، نعوذ بالله، کسی این شهادت دیت شهادت آرد ولی منکری ان محمد رسول الله شود، فانه لا تصح شهادته، شهادت چنین کس درست نمیشد. ان لا اله الا الله کی مثلا گیره وای لا اله الا الله. و كذلك من شهد، کسی که شهادت دهد که ان محمد رسول الله ولم يعترف ان لا اله الا، اعتراف نکند لا اله الا الله را، لم تنفعه شهادته بالرساله، فایده نمیدهد شهادت او بر رسالت، زیرا که وای ان لا اله الا الله را قبول نکرد. فلا بد من الشهادتين جميعا، ضرور است ذکر کردن هر 2 شهادت را، یعنی اعتقاد کردن، اعتراف کردن. شهادت ان لا اله الا الله و معناها افراد الله بالعباده، معنای شهادت ان لا اله الا الله چیست؟ یعنی الله را در عبادت یکتا چه دانستن و اعتقاد کردن است. و شهادت ان محمد رسول الله اختصارا گفته است. و معناها افراد النبی صلی الله علیه و سلم بالاتباع والاقتداء علیه الصلاة والسلام، یعنی در پیروی و در اقتدا تنها به پیغمبر علیه الصلاة والسلام اقتدا کردن است. لانه مبلغ عن الله جل وعلا، چون او از جانب الله عز و جل مبلغ است، تبلیغ کننده است. فلیس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط، مراد از 2 شهادت فقط تلفظ کردن نیست، بل لابد من العمل بهما، باید که به این 2 عمل کرده شود. میفرماید و معنی اشهد ان لا اله الا الله چیست؟ و معنای من شهادت میدهم که یگان معبودی بر حق نیست جز الله، چی معنی میده؟ ای اعترف و اوقن بانه لا معبود بحق الا الله، من اعتراف میکنم و یقین باور میکنم که یگان معبودی بر حق نیست جز الله. فان لا نافیه للجنس، در اینجا میگوید نه، لا در اینجا انکار کننده است برای جنس یگان، یعنی یگان معبود بر حق نیست. فهمیدید؟ و الها اسمها مبنی معها على الفتح، این اسم همون لا می شود با همراهی همان شده این مبنی می شود. یعنی وقتی که همه قاعده است که وقتی که بعد لا نفی صفت جنس بیاد اگر اسمش مبنی می شود به همراهی خودش، اگر نه الهو را میشه الهی را میشه کنم، لیکن مخصوصا بعد لا بیاد مبنی به فتح می شود. فی محل نصب، در محل چی است؟ نصب است. خب مبنیش که گفتم بعد محلا نصب میشه. والخبر مقدر تقدیره بحق، خبر آن تقدیری میشود، تقدیر کلام چی میشود؟ بحق. درستنی رو ببینیم با در این باره کشاد درفشان فهمونده است. فیکون تقدیر الکلام، تقدیر کلام چی میشود که لا اله بحق، نیست یگان معبود بر حق. وليس معنى لا اله انه ليس هناك الهه، معنی لا اله این خیر نمیشد که گویا که گفته باشد که در اونجا یگان معبودان نیست. فلیس المراد نفی الالهه، این انکار فقط همون معبودان نیست، ولكن المراد نفی الالهه التي هي حق. و مراد چی بود است؟ مراد و مقصد انکاری تمام معبودان است که وایها را حق گفته می شود. انا همونا رو ما انکار میکنیم که وای معبودی بر حق نیستن گفته.
و الا فهناك آلیهة کثیره. چرا؟ وگرنه در آنجا معبودانی بسیار هستند، باطلة و باطلا. فمن الناس من يعبد الشمس، بعضی مردم آفتاب میپرستند، و منهم من يعبد القمر، ماهتاب میپرستند، و منهم من يعبد الكواكب، ستاره میپرستند، و منهم من يعبد الشجر والحجر، از اونها سنگ و درخت میپرستید. دیگه از خیلی که گذاشتیم در چی؟ در قواعد اربعه. و منهم من يعبد الاموات والقبور والاضرحه، بعضی مردم مرده میپرستند، قبر میپرستند، گنبد میپرستند، چی؟ موزله میپرستند. حتی ان منهم من يعبد البقر، از اونها حتی گاو هم میپرستید آدم هستند، كما هو موجود في الهند، خیلی که وجود داره در هندوستان. بل هناك من يعبد الفروج، والعياذ بالله. و در آنجا انسان‌هایی هستند که اندام میپرستند، اندام نهانی زن عبادت میکنن، صورتش میکشن مثلا دیگه، فهمیدین؟ اعوذ بالله والعياذ بالله. الله قناطیر. فالآلهة كثيرا، مهم معبودان بسیار هستند، ولكن الاله الحق هو الله جل وعلا، ولی معبود بر حق او الله جل وعلا است. خیلی که الله سبحانه و تعالی میفرماد که ذلك آن بأن الله هو الحق، بسبب آن است که الله است او حق، یعنی معبود بر حق. و ان ما يدعون من دونه، و بدرسته اونهایی که ویها را غیر از الله میپرستند، هو الباطل، هر کدام باطل است. و ان الله هو العلی الكبیر، و الله العالی على جميع الاشیاء، یعنی عالی بالای تمام چیزها، الكبیر العظیم الذي كل شيء دونه، تمام چنان بزرگ است که همه چیز از او پست و پایان و مید و خرد است. و هو اکبر من كل شيء، معنای عظیم همین است، از تمام معنای کبیر همین معنای عظیم، كل شيء دونه. والاله معناه المعبود، معنای اله چی میشد؟ معبود میشد، یعنی ذاتی که وی را میپرستند یا که چیزی که وی را میپرستند. ای لا معبود بحق الا الله، یعنی یگون معبودی بر حق نیست جز الله. فینفی هذا كل معبود بالباطل، این انکار میکند تمام معبودی دروغین را. و كل ما سوى الله فهو معبود بالباطل، هر چی که غیر از الله هست در عبادت و معبودی باطل است. ذلك بأن الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه هو الباطل، یعنی اون با اون خاطر است که الله هست حق، یعنی معبودی بر حق، و اون چیزهایی که غیر از او میخوانند او باطل است. فهذا معنی الشهادتی، این است معنی شهادت. وليس تقدير الخبر موجود، تقدیر خبر موجود نیست. این در این مسئله الدور الرسانی رو نگاه میشه. مفهوم؟ مثل ما يقوله بعض الناس، خیلی که اینا بعضی مردم میگن که لا اله موجود میگن، فإن هذا غير صحيح، این درست نیست. فالآلهة موجودة كثيرة، فالآلهة الموجودة كثيرة، چون که معبودانی وجود در وجود بودگی بسیارند. و کل یعلم ان الناس يعبدون آلهة متفرقة، همه مردم میدانند که مردم چی؟ معبودانی گوناگون عبادت میکنند. منذ حدث الشرك في الارض، از همون دوری که در زمین شرک پیدا شد، و الى ان تقوم الساعه، و تا قائم شدن قیامت. و الشرك موجود والمعبودات موجوده و كثيره، شرک وجود دارد، معبودات وجود دارند بسیارند. ولكن الاله الحق هو الله عز وجل، ولی معبود یا که بله معبودی بر حق الله عز وجل است. قال تعالی هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، و الله ذات است که در آسمان اله است، یعنی که معبود است، و فی الارض معبود، و در زمین هم معبود است. فالله سبحانه و تعالی له الالوهیت الحق، از آن الله سبحانه و تعالی است، یعنی الوهیت حق، یعنی معبودیتی گویم الوهیت حقیقی. و اما ما عداها فالوهیته باطله، اما غیرش و ما عدا و غیر از آن این حق را گفته است و الوهیتی او چه باطل است و معبود بغیر حق، و یا گرچند عبادت هم کنند که وی معبودی ناحق است. فهذا معنى لا اله الا الله. فما عداها گفته است، فما عداه باید شد، و اما ما عداه باید شد. فهمیدید؟ هم خلاص من شما اینجا خطا اومده.
اون چیزی که غیر از الله هست و معبود یعنی الوهیت اون باطل است و معبودی بر حق است. فهذا معنى لا اله الا الله وهذا اعرابها عند المحققين من اهل اللغه. و همین است میگه اعرابیان در نزد اهل تحقیق دانشمندان از اهل لغات. انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز وما بعدها وبعد سيفور شوف داره و دور رسانی رو نگاه کنیم. و معنی اشهد ان محمد رسول الله، معنی اون که من شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است. ای اعترف و اقر ان محمد رسول من الله، من اعتراف میکنم و اقرار هستم که محمد صلی الله علیه و سلم رسول است از جانب الله. ارسله الى الناس کافه، به سوی مردم وی را فرستاند همچون کفایه کننده بسنده الى الثقلین، بدو طایفه یعنی بدو طایفه الجن والانس، با جنها و انسانها. فلا بد من الاقرار برسالته ظاهرا و باطنا، باید که وی اعتراف کرده شود هم ظاهرا و هم باطنا. ظاهرا باللسان یعنی که ظاهرا به زبان و باطنا بالقلب و باطنا با قلب. اما من یشهد انه رسول الله باللسان و ينكر بالقلب فهذا منافق. اما اون کسی که شهادت میدهد که وی رسول الله است به زبان ولی به قلب منکر میشود، این منافق است. الله تعالی میفرماید که اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اذا جاءك المنافقون، وقتی که به نزد تو می آیند یعنی حضور شوند در مجلس تو، کیا؟ منافق ها، عبدالله ابن ابی و اصحابی. قالوا نشهد، میگویم نشهد، ما شهادت میدیم، این نقر و نصدق و باور میکنیم، انک بدرستی تو رسول الله هستی. یعنی ان الامر کما قالوا، ما اعتراف داریم میکنیم. والله یعلم، و حالا که الله میداند که تو بدرستی رسول واسی، و الله میداند که منافق ها، شهادت میدهد که منافق ها اینا دروغگو هستند. فی قولهم نشهد گفتنشان دروغ گفته ایستادند، لانهم یبطنون الکفر، چون که ویا کفر در باطن دارند. کاذبون، دروغگوان. کاذبون فی شهاداتهم، فی شهادت، در شهادتشون دروغگوان. لانهم لا يعترفون لك بالرساله بقلوبهم، چون که وایها برای تو رسالت را در قلبشون اعتراف نمیکنند. و انما يتلفظون بذلك لاجل مطامع الدنيا والعيش معكم. برعکس ویا این شهادت را تلفظ میکنند برای خاطر چی؟ طمع دنیا، از طمع و برای زندگی با همراهی شما، از زندگی با همراهی شما محروم میشید. زندگی سعادتمندی که در بین صحابه ها بود در دیگر جانب داخل و میخواستن همین فرصت استفاده برن. اتخذوا ایمانهم جنه ای جعلوا حلفهم، ایمان گفتن قسم نمیگن، خیر قسم های خود را گرفتن جنه، سپر گرفتن، وقایتا و سترا. برای چی ستر گرفتن این قسم ها؟ لانفسهم و لاموالهم، برای خودشون. جون ما نپرد نمریم نکشم، ما گفته مالا ما دست نرود، گفته همین استفاده میبردن. یعنی سترتن یستتیرون، به یک پرده سپری گرفتن که از پس عروس میشدن. و الا فهم کفار فی قلوبهم، وگرنه ایشان در قلب کافرن. فلا بد من الاعتراف برسالته صلی الله علیه و سلم ظاهرا و باطنا، باید که اعتراف کرده شود رسالت او صلی الله علیه و سلم را هم ظاهرا و هم باطنا، ظاهرا به زبان و باطنا به چه؟ بقلب. وكذلك الذي يعترف برسالته باطنا ويأبى أن ينطق بها ظاهرا هذا ليس بمؤمن. همچنین اون کسی که رسالت او را باطنا اعتراف میکند و نطق کردن آن را ظاهرا به زبانش چیکار میکند؟ ابا میکند، یمتنع، خود داره میکند، نمیخواهد گوید ظاهر. هذا ليس بمؤمن، این مؤمن نیست. فالمشركون يعترفون انه رسول الله، مشرکان از اعتراف میکردند که میدانستند که بر رسول الله است. الله تعالی فرمود که قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون،
با تحقیق ما میدانیم فعل مضارع اندام داخل شود در کلام الله چی میشه؟ قد به معنی تحقیق میشه و تبعیض نه. با تحقیق ما میدانیم که اون سخنی که در شأن تو میگویند تو را غمگین میکند، یؤلمک و یؤسفک، تو را در تأسف میآورد، افسوس میخوری. فانهم لا یکذبونک، اونا تو را تکذیب نمیکنن واقعا، ولکن الظالمین بآیات الله، ولی اون کسانی که نسبت آیات الله ظالم هستند، ناعدالتی رفتار میکنن، یجحدون، جحد میکنن، یکذبون، دروغ میگن. یعترفون انه رسول الله، اعتراف میکنن که او رسول الله است، لكن منعهم الكبر و منعهم الحمیه، ولی ویارا معنی کرد کبر و ویارا معنی کرد چی؟ الحمیه، ای تعصب و ننگ و عار، ناموس، ویارا چی کرد؟ معنیش کرد الجاهلیه، و ننگ و عار جاهلیت بود، لآلیهتهم، نسبتی به خاطر طرفداری معبودانشون، ان یشهدوا برسالته صلی الله علیه و سلم، که شهادت بدهند بر رسالت او صلی الله علیه و سلم. ايضا اليهود والنصارى يعترفون انه رسول الله بقلوبهم، همچنین یهود و نصرانیان اعتراف میکرده بودند که او رسول الله است، با قلبشان اعتراف میکرده بودند، لكن جحدوا هذا، ولی اینا چیکار کردن؟ این اعتراف انکار کردن. ولم يعترفوا بألسنتهم، و زبانشون اعتراف نکردن. الله تعالی فرمود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که ما به ایشان کتاب دادیم که ایشان اهل کتاب بودند، یعرفونه، یعنی او رسول الله را میدونستند علیه الصلاه و السلام، کما یعرفون ابناءهم، چخلی که پسرای خودشون از بین دیگران میشناختند. و این فریقا منهم لا یکتمون الحق، گروه از ایشان کتمان حق میکردند، و هم یعلمون، اونا که میدونن که حق پوشانده ایستادن حق را. فلا يكفي الاعتراف بانه رسول الله باطنا في القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على ذلك، کفایت نیست اعتراف کردن که او رسول الله است باطنا، یعنی در قلب، با چی؟ با همراهی نطق نکردن به زبان. این نسبت اون کسی که قادری نطق کردن را دارد. فإن المشركين واليهود والنصارى كانوا يعترفون انه رسول الله في قلوبهم، چون که مشرک ها و یهود و نصرانی ها اعتراف میکرده بودند در قلبشان که او رسول الله است، لكن ابوا ان يقروا بألسنتهم، ولی ابا کردند، خود را مانع شدند، خود را داشتند چی کردن را؟ اعتراف کردن را با زبانشان. برای چی؟ خوفا علی دنیاهم، خوف به دنیاشون کردن، خوفا علی رئاستهم، از راهبریتشون ترسیده، از منصبشون ترسیده، او حسدا من عند انفسهم للرسول صلی الله علیه و سلم، یا که از طرف خودشون یک حسد نسبت رسول صلی الله علیه و سلم، برای خود این حسد شده، او تکبر، یا برای کبر شده، او غیر ذلك من الاغراض السیئه، یا غیر از این دیگه غرضهای بد. ثم اذا شهد انه رسول الله حقا فلا بد ان يتبعه، وقتی که انسان شهادت داد که او رسول الله است از روی حقیقت، باید که اکنون یتبعه، پیروی از او بکند. فإن شهد انه رسول الله حقا ظاهرا و باطنا لكنه لم يتبعه، اگر انسان شهادت دهد باطنا که وی رسول الله است و ظاهرا از روی حقیقت، لكنه لم يتبعه، ولی پیروی از اون نکند، لم تصح شهادت انه رسول الله، شهادتی وی دروغ میشه، درست نمیشود که وی رسول الله است گفته ایستاد. قال تعالی، الله تعالی فرمود فإن لم يستجيبوا لك، اگر تو را اجابت نکنند ای پیغمبر، فعلم، بس بدان انما يتبعون اهواءهم، و جز تابع، جز این نیست که و یا تابع خواهشات نفسانی خود میباشد. تابع پیغمبر که نشد، البته همون انسان تابع نفس خود است، و یعنی اون انسانی که در تمام انواع عبادت پیروی از پیغمبر نکند، پیغمبر علیه السلام نشان داده از من و شما را طرز عبادت، وقتی که دلیل از پیغمبر نه آورد و دلیل از خواهش نفسانی خودش میبرد و مقبول نیست. همه خلاص انا فاذا لم يطعه في شيء فهذا كفر، اگر اون انسان و یا یکون چیز از اینها چیه اطاعتش نکنه، فهذا کافر، این کافر میشه. و این اطاعه فی اشیاء ولم یطعه فی بعض الاشیاء، اگر او را اطاعت کنه در بعضی چیزها و اطاعتش نکنه در بعضی چیزها،
فهذا شهادته ناقصه، شهادت چنین کس نقصان داره، کمبودی داره، عنده نقص بحسب ما ترک و کمبودی داره مفهوم به همون چیزی پرداختگی و دیده میشه که و چیز پرداختگی اولی. فلا بد من طاعته صلی الله علیه و سلم، باید که وی را اطاعت کرده شود، طاعت او لابد است. الله تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت از الله بکنید و اطاعت از پیغمبر بکنید، و اولی الامر منکم، و اطاعت از رهبران خود کنید که از شما هستند. اولی الامر، اولی الامر دو طایفه مردم داخل میشن، امیرها، راهبرها، رئیسای دولت، این چه که امروزه تعبیر امروزه، و عالمای مسلمانان. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، ای کسانی که ایمان آورده اطاعت از الله و از پیغمبر او بکنید، ولا تتولوا عنه، از او روگردان نشوید، لا تعرضوا عنه، از او روتون نتابید، و انتم تسمعون، حالا که شما میشنوید حدیث های وی، چخیل عمل نمیکنید؟ بخاری رو میخوانید، بخاری اعتراف میکنید، چخیل به حدیثش عمل نمیکنید؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای کسانی که شما ایمان آوردید اطاعت از الله بکنید و اطاعت از پیغمبر بکنید، ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال خود را حبط نکنید، لا تحبطوها، انا حبط شدن اعمال شما به چی میشود؟ باقتراف شیء من مبطلات الاعمال، به دست دادن یک کارایی که و کارها موجب یا که باعثی چی میشن؟ باطل شدن عمل شما میشه، عمل تو ویرو میشود. یکی از چیزهایی که کارا محنتای شما میسوزه از اطاعت الله، از اطاعت پیغمبر برآمدن است. ولا تبطلوا اعمالکم، من یطیع الرسول فقد اطاع الله، کسی که اطاعت از رسول کند و در اطاعت الله است. و من تولا، کسی روگردان شود چی میشود؟ فما ارسلناک علیهم حفیظا، ما تو را بالای ایشان حفیظ نفرستاندیم، ای حافظا لهم من المعاصی و محاسبا لهم، که اونا رو تو باید نگه داری که و یا یگون معصیت نکنن یا که با یارو مثلا حساب کتاب در بالای تو باشن، نه، این کاری من است میگه الله سبحانه و تعالی. و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، شما اطاعت از الله بکنید و اطاعت از پیغمبر بکنید، لعلکم ترحمون، شاید رحم کرده میشود. یعنی به معنای اینجا یعنی که تا رحم کرده شود میشه. لعل در کلام الله سبحانه و تعالی برای تعلیل است، یعنی علت آن است که شما اگر اطاعت از الله و پیغمبر کنید به رحمت الله نائل میشوید. اللهم ارزقنا. و این تطیعوه تهتدوا، اگر شما اطاعت از وی بکنید هدایت مییابید. نگاه کنید، نه تمام کم و کمبودی من شما نسبت هدایت ما، بعضی انسان در هدایت زیاد و بعضی کم است. همون کسی کم هست از زیاد چی میشه؟ از اطاعت پیغمبر برآمدگی. فتارة یذکر طاعته مع طاعت الله، نگاه کنید بعضا الله ذکر میکنه طاعت وی را با همراهی طاعت پیغمبر با همراهی طاعت الله، و تارة یذکر طاعته وحده، بعضا طاعت پیغمبر تنها ذکر میکند الله. هم خیلی فلا بد من طاعته صلی الله علیه و اتباعه، باید که اطاعت کرده شد او را و پیروی از او کرده شد. ولا بد ایضا من الاقتصار على ما جاء به، ضرور است کفایت کردن با اون چیزی که وی آورده است، مادامی که یابی همه چیزی به هوای باید که عمل بکنی، و عدم زیادتی عما جاء به، علاوه نکردن از چیزی که او آورده است. فلا یأتی باشیاء من العبادات لم یشرعها الرسول صلی الله علیه و سلم، نباید که انسان چنین انواع عبادت بیارد که وی را جناب پیغمبر علیه السلام در شریعت نشون نداده باشد. قال صلی الله علیه و سلم و ایاکم و محدثات الامور، ای بعدوا انفسکم، خود را نگه دارید از چی؟ از کارهای نوآوری. فان کل محدثه بدعه، چون که تمام چیز نوآوری بدعت است، و کل بدعت ضلاله، تمام بدعت ضلالت است. اخرجه ابو داود و الترمذی و ابن ماجه و احمد و الدارمی و الطبراني في الكبير و ابن حبان من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. فمن معاني شهادة أن وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. کدام انسان یه عمل را انجام دهد که در او امر ما نباشد، ما او را در دین نگفته باشیم، و فهو رد، و رد است یعنی غیر مقبول است. اخرجه مسلم والبخاري معلقا في كتاب البيوع باب النج.
دار المعرفة. وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ. فمن معاني شهادة أن محمد رسول الله، بعضی از معنی های شهادتی آن دادن که محمد فرستاده الله است، ترک البدع والمحدثات، ترک بدعت و ترک چیزهای نوآوری کردن در دین، و الاختصار على ما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم، بسنده کردن یا که بسنده شدن، کفایت کردن به اون چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم آورده است. ثم ايضا لابد من تصدیقه صلی الله علیه و سلم فيما اخبر، با یک چیزی که در برابر این لابد و ضرور است که تصدیق کردنی و باور کردنی اوست در چیزی که خبر داده است، و فيما امر به، در کدوم کاری که امر فرموده باشه و نهى عنه، از اون کار منع کرده باشد. انظر مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب ثلاثه الاصول ضمن القسم الاول العقيده والآداب الاسلاميه. برای معلومات بسیار زیاده. فلو عمل العبد بما جاء به، اگر انسان یعنی بنده عمل کند به آورده پیغمبر علیه الصلاه و ولکنه لم يصدقه، ولی باور نکند، نعوذ بالله، فهذه طریقه المنافقین، این راهی منافق هاست، منافقین. فهم یصلون، و یا نماز میخوانند، و یصومون، روزه میدارند، و یحجون، حج میکنند، و یجاهدون، جهاد میکنند در کارشان، ولکنهم لا یصدقون بما جاء به صلی الله علیه و ولی در برابر این قدر خدمتشون چه باور نمیکنند به چیزی که پیغمبر علیه الصلاه و السلام آورد. فلا بد من تصدیقه، باید او را تصدیق کرده شود فيما اخبر به، در کدوم مسئله که خبر داده باشد او علیه الصلاه و السلام، من المغیبات، از چیزهای غیب خبر داده باشد، الماضیه گذشته و المستقبله، یا که چیزهای آینده میشوند بعد سری پیغمبر علیه الصلاه و السلام، بعد سری من شما، و فيما اخبر به من الاوامر والنواهی، چیزی که خبر داده باشد نسبت امر و نهی ها، لابد من تصدیق، باید که او را تصدیق کرده شود. و عدم الشک فی شیء مما جاء به علیه الصلاه و السلام، باید انسان شک شبهه نکند بنده در یگان چیز از چیزهایی که او علیه الصلاه و السلام آورده است، کما قال، چخری که الله عز و جل فرمود فی حقه، در حق او، و ما ينطق عن الهوى، ای ما يتكلم، و حرف نمیزنه، عن الهوى، عن هواه و رأیه و غرضه، از مقصدی خودش گام نمیزنه پیش خود، این هو الا وحی یوحى، او جز وحی که از جانب الله آورده میشه، دیگر چیزی نیست. و کما قال جل و علا، چخلی که الله تعالی فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، چیزی که پیغمبر به شما آورد فخذوه، همون را بگیرید، و از اون چیزی که شما را منع کرد از اون دست کشید. و تجب طاعته و الاقتداء به، طاعت او و اقتداء به او کردن واجب است. و ترک البدع والمحدثات التي لم يأتي بها الرسول، و همچنین ترک بدعت کردن واجب است، ترک چیزهای نوآوری که و رسول علیه الصلاه و السلام آورده. فالخير كله فيما جاء به الرسول صلی الله علیه و خیر به کلی به پرگی در آن چیزی است که همون پر رسول صلی الله علیه و سلم آورده است. و ما لم یأتی به فهو شر، چیزی که نه آورده و یک شر، یک ناخوبی، یک بدی دارد، وليس بخير، و خوب نیست. ولو كان صاحبه يريد به الخير، گرچه که صاحب همون کاری که پیغمبر نه آورده اراده چی داشته باشه، اراده خوبی، من نیکی میخوام، من مقصدی خوب دارم، و یقول، میگه که هذا زیادت خیر، این یک خیر علاوه‌ای است. نقول لا، ما میگیم که نه، هذه بدعه، ما میگیم که این بدعت است. والبدعه مردوده، یعنی بدعت مردود است، یعنی غیر مقبول است. و هذا شر، این شر است، این بد است. فانت بزعمك تتقرب بها لله وهي تبعدك عن الله، تو به گمان خودت اکنون میخواهی که به این بدعتی آوردگی به الله نزدیک شوی، و حالا که این تو را از الله دور میکنه. بدعت به الله را، به الله یعنی که بنده را به الله نزدیک نمیکند، برعکس دور میکند. فهذه بعض معانی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، این بعضی معنای شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله است. كذلك الذي يشهد ان لا اله الا الله ثم يعبد غير الله، همچنین اون کسی که شهادت میدهد که نیست یگان معبودی بر حق جز الله، با غیر الله را عبادت میکند، که حالت المشرکین مثل حال مشرکا. اليوم امروزه الذين يدعون الاسلام، دعوای اسلام میکنند، و هم يعبدون القبور، قبر پرستی میکنند، والاضرحه، مزار پرستی میکنند. هؤلاء لا تصح شهادتشون درست نمیشود که ان لا اله الا الله گفته باشند، لانهم
لانهم ناقضوها بالشرك، چون که اون شهادتشون رو ویرون کردن، شکستن به سبب انجام دادن شرک. فهم یتلفظون بلا اله الا الله، اون که اونها باشن تلفظ میکنن لا اله الا الله را، ولكن العمل على خلاف، عملی کردگیشون خلاف لا اله الا الله است. فیعبدون غیر الله، غیر الله را عبادت میکنند، و یدعون غیر الله، غیر الله را عبادت میکنند، دعا میکنند، میخوانند. و یستغیثون بالاموات، از مرده ها یاردن میپرسند در سختی ها. فهؤلاء لم يشهدوا ان لا اله الا الله حقا، اینا از روی حقیقت، حقانیت، یعنی که شهادت و اعتراف ندادن که نیست یک معبودی بر حق مگر الله. ولم يدخلوا في الاسلام، در اسلام ندار اومدن. لانهم يتناقضون، چون که وایها چیکار کردن؟ همون نقیض، یعنی خلاف شهادتشون کار کرده ایستادین. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا.